امیدوارم که شما خوب صحت سلامت باشید. شهر احمد اکشمو سوزین سلامتی کارو برو. سلام علیکم به همه تماشابینان. خیلی گفته که موضوع دیگر و مهاجر روسیه میان. من خدا مهاجرم. سبب هم مهاجر بودن خیجا منبری که آزاده هر کس میتونه سخن خچه بده. اینم سبب شده همین میبینم که یا سبب شده که اصلا میبینم که ما جوانا یا خیلی میبینن که بچه های وزیر نمی شغالاشو بگیم اکر خود میفهمیم شغالا که میبینن ماشین دارن ماشین های مرسدس های پسلیده مدل بعد این مهاجره که یک بار اومدگی رفتگی عذاب میکشه با مجبوره با بیا خطیه بگه یا اپل بگیرم زورش با مرسدس نرسه رنگی و بچه وزیر نباشه. برادر ببین یعنی که همین جوانای ما که اکثر مهاجر میشوند همینا از گرسنگی مهاجر میشوند یا اینکه از هوس یگان بخچونه چیزی بخرن مهاجر میکنن اینا را همینا چی مجبور میکنن که سبب گرسنگی اکا سبب شخص مجبوری میبینم برای خود مجبوری اومده اینا من یعنی خودت برادر یعنی چی سبب شد خودت روسیه اومدی یعنی خونه دا دیگر تمام همین زندگی در کلات بود که باید تو را مجبوری بخرانی یا که پدر مادر داشتی سبب چی شد که اصلا همین خودت همین ایمینا همین روسیه را دیدی خودت یعنی که برای یک لقمه پیدا کردن چی سبب شد میده اکا ما زن ندارم مثلا خیلی اویلمون کلان نیست اینستا خوندیم تمام کردیم جای کار یافتیم 400 سوم خب 400 سوم این اکا از سنه افکی نگاه کرد های پسکای دا سیمه مویا لینچه آرد میروه یک روغان بهش مینوس که یک طرف 3 سامان رفتی بود حاضر ممکن 4 سامان شده باشه میره میبیای در 400 سامان اکا چی میشه اکا از سنه یا من کار کنم مثال آینده زن گیرم سین سال منم چند ساعت یک سوال چند ساعت کاری داشتی؟ در همون جای کاری ساعت 8 در تاجیکستان ساعت 8 ساعت تا ساعت 6 بگه یا ساعت بریم عبید اودیخ 400 سم 500 سم یعنی 500 سومون اویلیگ میگیرفتی بعد بغیر جمع تخصص با این چیز میشه واقعا اینا من راستی اومدم در جا کار میکنم برادر ببین اگر روزی ایرانی دیپورت کنن مدت 10 سال بزنن دیگر روسیه اومدن نتونی بود اکل برادر مهاجر صدای شما در تاجیکستان اکا دیگه میره یا سترویکا کار میکنی یا میره یگان سترویکا کار میکنی که یگان کار دیگه میکنی با پلی دولت پلی حلال قضیه در تاجیکستان کار کردن نمیشه راست که پلی حلال قضیه کار کردن که نشی خستیم اومدیم برادر نمیشه مجبوری یا راه گفتیم اومدیم برادر نمیشه که روسیه نیومده در تاجیکستان اونجا همین کارا میکرد یا در روسیه ما فکر نکنیم که وقتی اگون اداره دا وظیفه داده باشن یعنی که همون جامعه همین کارا کردیستی نمیشه که در همین تاجیکستان یگون زندگی تا میافتی و همین شکر نم زندگی نکنی همین لقمه نون تا میافتی نمیشه سنه اگر دیپورت کنن میشه برادر اگر دیپورت کنن روسیه دیگه قبول نکنه میتونی زندگی کرد در تاجیکستان اکا سنه دیپورت هم کنن زندگی اگر اصلا قبول نکنه ستوپ راسته میگم که زندگی هم قیمه روه که خیلی در پیشتره گپ زدی هم قیمه خری سیر کنی تمام همین قیمه ناله نوم تمیوی تمام بگوی پیش رو نمیره پیش برای که ما در این استود بودیم میخوندیم سحر با جایی که ما درس داریم ما پیشوی ما با شما این پیشوی میلاد میگفتن ما باید این استود آودیتوریومش نوندم
خب یعنی که از این معلوم می شود که ما و شما اگر وطن برگردیم یعنی گشنگی نمیمره. نام خلاص؟ گشنگی نمیمریم و پیش نمیریم، نعبرات قشاق میشیم، نعبرات قشاق میشیم. این تو نروه یا جای کار یا زبود یا فابریکا ویکنه کی ما همه خیلی جای کار بیاویم متخصص شیم. برادر ببین، وقتی که من را ایراسیا دیپورت کردم من تاجیکستان اومدم که هیچ جرأت نمیدونم برم چیکار کنم. یک مدت ایستادم در تاجیکستان، 1 سال ایستادم. بعد از 1 سال بگیم که من خدمت پیدا کردن سر کردم در تاجیکستان، یعنی ادپتیرویت کردن، یعنی چیکار کردن در کار است. خب مثال یک روی بگیم که صنعت، یک روی دهقانی، یک روی بازار، کمی دیگه یک درخشنونی گفتی امام علی رحمان، در یک گسیسه قلاور کار کردن، در یک نمیدونم جای تاینکا بگیم قلاور کار کردن. یعنی خلاص ما همون قدری پیدا میکردم که ما بخرم در تاجیکستان ایستادن که متاسفانه بازم هوس، یعنی که ما مهاجر شدگی ما هوس بود. چیکار کردن در کوبا؟ راسکوشنا زندگی کردن. من پیشتر گفتم که من امام علی را مثال گیریم گناهگار داریم میدونم که یعنی اکثر اما مردم دوشید کردم، رهاش محکم کرد، اولادش کرد. مردم اون چیزی میخواه پیدا کردن نمیتونه. ببینید یک ماشین آزمایش بوده حساب میکنم میتونم من در این باره نوار تیار کردم، ان شاء الله تیار میکنم، نوارم در همین کانال میپردم شما تماشا کنید. یک ماشین 400 500 دلار ماکس از اروپا بگیم که میگیرن یک ماشین. تو تاجیکستان رفتن انا ماشین بگیم که اگر 500 خریداری کنه واگن داکومنت تو تاجیکستان رفتن 1200 1300 خیلی یکنی دیگه میگیم راسکوچی ماشین 2000 دلار میشه. تو تاجیکستان میره ماشین 2000 دلار میشه. ماشین در تاجیکستان 7000 8000 دلار میفهمی میره. اینجا میشه که پیشروی همین دولت ولی بار گوش کن ماشین 8000 دلار میفروشه. راستاموشکای ماشین یعنی در بودجه دولت نمیره. من در سوها کار کردگی هستم، من میگم شما راستاموشکای ماشینو در بودجه دولت نمیره. یک جیانی رحمانوف یا اولاد رحمانوف یا دیگر انسان اگر همین ماشین میورن، ماشین 100 تا ماشین آوردن فرض کردیم 1000 دلاری باید 100,000 دلار راستاموشکا شود. 100 تا ماشین او در نوجه کریشای میگه که 50 طرف پارتو تمام زبر در 50000 دلار 4000 دلار دیگه کساد بسکو همه کاغذات بگی 50000 دلار میگیره تمام ماشینای تاجیکستان بگیم که نلیگال نه راستاموژنی ماشین است. نلیگال نه راستاموژنی. او پول در بودجه دولت رفتگی نیست. او پول در کیسه اولاد رحمانوف رفتگی است. 1000 دلار 1100 دلار راستاموشکا است یک ماشین. خب یک بیزنسمن خرید بود 1100 دلار یعنی که میشود 4000 نمیگیم اینا 4500 شد. چی ماشین 7000 دلار میفروشه. فکر میکنی همون بیزنسمن همون یک ماشین 7500 دلار فایده گرفته است بود است. همین خیلی تصور میکنی اینجا بگه ای بیزنسمن نه 1500 دلار دیگه 1000 دلار دیگه سر ماشینش ده باز بگه باز یه اولاد رحمان دیگه کو با دنیا میگیره. یا که نمیدونم خیش رحمانوف جیانی رحمانوف جیان بچه رحمانوف یا یک پراکرور دیگر که رحمانوف نزنچت کردگه یا نچت انا این پولا همین پولا خب بیزنسمن میمونه بلوش تا 300 500 دلار میمونه 400 دلار فروید برای که راسخود اروپا خودش گشتنش از همش از یو هم حساب میشه و درون میدونه برای بیزنسمن باید 300 400 دلاری قداودا بکنه اگه در ماشینش نبینه چی بکنه بیزنس کنه. خلاص ماشین 8000 دلار ببین ماشین 500 دلار از اینجا خریداری میشود تاجیکستان دا میشود 8000 دلار 7500 دلار
بگیم که ماشین بالاش تا بار میشوه او پولا کی میته بیزنسمن ای کیسش میته نمیته پولا ما میتم تو میتی برای چی برای که ما ماشین خریداری کردیم $8,500 خریداری میکنیم ما $8,500 میتیم او پولی که اولادای رحمانوف خیش توار رحمانوف دیگر انسان‌ها از تاجر از دیگر کسا گرفته در کیسهش زدگیان ما او پولا پرداخت میکنیم ای کیسه خودمون کی نمی ماشین اوپل سر 1000 جوانو را خورد با امید امیر سوار میشن خب وکیده